بسیاری از ما درس و دانشگاه را فقط در کلاس‌ها، پشت میز و یا در کتابخانه‌ها گذرانده ایم. اما درس خواندن اینجا فقط در کلاس و کتابخانه خلاصه نمی‌شود. اولین چیزی که در این دانشگاه نظرت را جلب می‌کند، افرادی است که در حال دویدن هستند. اینها دانشجویان سال اولی این دانشگاهند. تا زمانی که سال اولی هستی، دائما باید بدوی. اینجا یاد می‌گیری زندگی کردن را، نظم را. اگر معدل بالای 14 در رشته ریاضی یا تجربی شدی و به خلبانی هم علاقه داشته باشی، بعد از کنکور در اینجا پذیرفته میشوی. چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ چرا این دانشگاه اومدی؟ متناسب بیشتر و علاقه‌ام بیشتر بود. ان شاء الله الرحمن همه قسمت بشن بیان اینجا بفهمن مزه نظامیگری با درس خوندن و لذتی که داره و بفهمن. چرخا رو جمع می‌کنیم، گیراب کلیر. اما این بچه‌ها تا همینجا به راحتی وارد نشدن. اگر علاقه‌مندی باید مرد راه هم باشی. اینجا اتاق فشار است. باید معاینه شوی تا بدانن این کار هستی یا نه. در این اتاق شرایط کمفشاری هوا در هواپیماهای جنگنده شبیه سازی می شود. اگر این مرحله و چند مرحله دیگر را پاس کنی، تازه می توانی بروی انتخاب واحد انجام دهی. انتخاب واحد داری؟ از کدوم شهر؟ من از همدان اومدم، ملایر. ملایری هستی؟ همشهری خودم هم هستی؟ خدا قوت. برای انتخاب واحد اومدم. نه برای چی پشیمون باشم؟ وقتی علاقه به یه چیزی داشته باشی، هیچ راه پشیمون توش نیست. جای خود اسمت خبر اول این امکاناتی که اینجا مهیا شده تجهیزات کجاست؟ مال کدوم کشوره؟ خدمت عرض کنم یکی از وظایف ما در حوزه آموزش بحث وجود شبیه سازهای آموزشی هستش در همه حوزه‌ها و رشته‌هایی که داریم. بحث مراقبت پرواز، بحث شبیه سازهای پهبادی، بحث‌های مختلف جنگالی، سایبری و بقیه. از جمله همین که الان خدمت شما هستم، سفت تا سخت ساخت پژوهشگران و متخصصین و بزرگواران اندیشمند داخل دانشگاه هستش، چه در حوزه سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری، اون بحث فرایند انجام کارش. گیردان از دانشجویانی که میان چند نفرشون نهایتاً میتونن پشت یک جت جنگنده بشن؟ از دانشجویانی که میرن به صورت کلی اگه بخوایم حساب بکنیم، خب میدونیم که پرواز یه فرآیند پیچیده ایه. اینطوری نیست که ما بخوایم بگیم اگر همه کسایی که وارد شدن به هر دلیلی همه اون در واقع سیکونس معاینات رو حتی درست هم انجام بدن توی پرواز، حال خوبی داشته باشن و بتونن ادامه بدن. و خلبان باید نسبت به این تهدید در حقیقت عکس العمل نشون بده. به دلایل مختلفی از جمله حتی ترس از ارتفاع، عرض به محضرتون حال به هم خوردگی، کانفیوز شدن یا اصطلاحاً در واقع برگیج شدن، ادامه نمیتونن دوره رو بدن، از هواپیمای بونانزا کنار میرن. یعنی همون مرحله اول پرواز که توی قمه اونجا ممکنه اصلا دیگه کنار میرن. یه بخشی وقتی که تو هواپیمای PC-7 وارد میشن، چون که اون ماسک داره، هواپیما پرشرایز هست، توی اونجا جدا میشن و یه بخش هم توی هواپیمای شکاری از مجموعه‌مون جدا میشن. یعنی در نهایت از توی 15 نفر اگه خیلی 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 خوش شانس باشیم 12 نفر 11 نفر میتونن دست بگیرن، وگرنه بقیه‌شون به هر دلیلی از جمع ما در واقع جدا میشن. کلاً پرواز آموزشی استرس خودش رو داره و همه رایدهای پرواز ما سخت هست، ولی خب لذتش خیلی از سختیش بیشتره. یعنی لذتی که از پرواز میبریم میتونه اون سختیه رو کامل بپوشونه. 2 سالی گذشته و دانشجویان این دانشگاه حالا وارد سال 3 آموزش شدند. آنها که درسها را به موقع پاس کرده و نمرات لازم را کسب کردند، حالا باید بروند برای اولین تجربه پرواز با هواپیماهای فوق سبک آموزشی یا به اصطلاح بونانزا. دانشجویان بعد از گذراندن دوره‌های شفاهی در دانشگاه شهید ستاری به اینجا میان و اولین تجربه پرواز خودشون رو با این هواپیماها میگذرونن. ابتدایی ترین پروازشون که پرواز با این هواپیماست میان اینجا و شروع میکنن به انجام پروازهای آموزشیشون
که یه سری کارهای زمینی داره قبل از شروع پروازشون، یه سری کلاس‌ها دوباره داخل خود گردان برای دانشجو انجام میشه. قبل از پرواز دانشجو و استاد باید با هم دیگه یه سری صحبت‌ها و یه سری به قول معروف هماهنگی لازم. خب بریم داخل. سلام علیکم. سلام علیکم، خدا قوت، وقتتون بخیر. خب یکی از در واقع اساتید حاضر در این پایگاه جناب سرهنگ هستن که اونجا نشستن، دارن قبل از پرواز بررسی میکنن. بقیه هم دانشجو هستن، دارن با هم محاسبات انجام میدن. برای پیدا کردن یک زبان مشترک بین من و دانشجو، این که من امروز میخوام تو این پرواز برابر این سیلابس چه بکنم و شما وظیفت چیه، کامل توضیح میدم چه اقداماتی میخوام انجام بدم و شما در قبالش باید چه کارهایی برای من انجام بدید. طبق اون درس‌های تئوری که ما گذروندیم، حالا نوبت به عملی و پرواز با استاد عزیز هستش. الان آماده این کامل؟ بله بریم با هم دیگه یه پرواز انجام بله خدا. شوق و اشتیاق اساتید و دانشجویان اینجا برای پرواز دل آدم را میبرد به آسمان ها. درخواست کردم تا اگر میشود همراه با استاد و این دانشجو من هم پرواز کنم. پرواز با دانشجویی که اولین بار است میخواهد بپره. الان آماده است؟ الان خدا رو شکر تا اینجایی که انجام دادم باید مطمئن بشم. خیالمون راحت. خدا رو شکر. بله. این صندلیه رو باید بدیم اینجا. خدا بخیر. آنزا شده خودشون میشه. ما الان در حال تاکسی کردن هستیم. اصطلاح هوانوردیه. داریم میریم روی بان. ارتفاع حدود 5000 پایی هستیم و دارن در واقع این تمرین‌ها رو انجام میدن. خدا رو شکر همه چیز خیلی خوب داره پیش میره. ما الان نشستیم روی بان هستیم و قرار هست که برای اولین پروازی که آقای خلبان انجام داده یه مراسمی هم گرفته بشه که مرسوم هست به سولو پارتی. آقای خلبان رو نشون بدیم که این پروازش رو به موفقیت انجام داد. باید بشینه؟ بله باید بشینه. یعنی هم باید بشینه باید خیس بشه؟ بله. این همه تو آسمون رفت چرخی؟ نه استادش این اتفاق براش افتاده دیگه خودش که آبش گرم نباشه دیگه، قرار بود آب سرد بریزه. یخ هم توش میذارن. بشمارید 3 2 1 شو. بشین. برید. کامل. جناب سرهنگ میگه کامل بریز. باریکلا. آقا من تبریک میگم. انشالله که پروازهای خوبی داشته باشی. ولی آبش گرمه، قبول نمون. اینجا کاملا همه امکانات واقعی برای یک پرواز مهیاست، درسته؟ کامل مهیاست و هر روز پروازهای آموزشی اینجا انجام میشه. شده روزی تعطیلم بشه؟ فقط به خاطر شرایط آب و هوایی یا شرایط خاص کشور. ولی در غیر این صورت همیشه در شرایط عادی در طول هفته ما پروازهای آموزشیمون رو داشتیم. خدا رو شکر. بهترین حسی که یه دانشجوی خلبانی بعد از کلی سختی که به هر حال میکشه زحمات استادش رو. اما این پایان کار نیست. بسیاری در مرحله بعد از دوره‌های عملیاتی کنار گذاشته میشن. دوره بعدی سخت‌ترین دوره آموزشی است، چون وظیفه‌ای که برایشان ترسیم می‌شود بسیار حساس است. خلبانان بعد از گذراندن ساعت‌ها پرواز آزمایشی نهایتاً اینجا در پایگاه 8 شکاری آماده میشن تا اولین پرواز واقعی خودشون رو با جنگنده واقعی انجام بدن. اینجا اتاقی است که خلبانان به آن بریفینگ میگویند. مانند دوره‌های آموزشی، مأموریت‌های قبل از پرواز و تمامی شرایط بررسی می‌شود.
به دلیل حساسیت‌های حفاظتی از اینجا به بعد اجازه نشان دادن تصویر خلبانان را نداریم. با تمام قلب و وجودم شغل رو دوست دارم. اینکه حافظ آسمان ایران اسلامی باشیم واقعا مایه افتخاره. همین که خلبانا 0 تا 100 آموزش رو، یعنی خود ما به همین صورت بوده 0 تا 100 آموزش در همین داخل کشور داریم دوراشو می‌بینیم، بر ما ارزشمنده. خلبانانی که پس از ساعت‌ها و سال‌ها آزمایش و آموزش در حال انجام مأموریت‌های اصلی خودشون در آسمان ایران هستند. بعد از پیروزی انقلاب یکی از دغدغه‌هایی که ما داشتیم همین آموزش دانشجویان خلبانی بود، چون قبل از انقلاب میرفتن کشور آمریکا و میلیون‌ها دلار ارز برای اینا هزینه میشد. Is that for every American participating he has his Iranian counterpart. Well, I got my primary and basic training out of Reese Air Force Base, Lubbock, Texas, and my gunnery training out of Nellis Air Force Base, Las Vegas, Nevada. ولی بعد از پیروزی انقلاب سال 61 دانشکده خلبانی شکل گرفت در داخل کشور ما. و تا الان همچنان این دانشکده به کار خودش داره ادامه میده و ما در حال حاضر 43مین دوره دانشجویان خلبانی رو در حال آموزش دادن هستیم و 0 تا 100 این آموزش ها بومی هست و معلم خلبانان ما همه ایرانی هستند. ما از همون بیس کار 0 تا 100 و چه آموزش زمینی چه پروازی رو همه داخل کشور انجام میشه. کلا در داخل ایران. بله کامل، همه چه شبیه ساز چه پروازهای زمینی و هوایی همش داخل همین کشور هست. آقا خدا قوت. متشکرم، سپاسگزارم. واسه افتخار ما. لطف دارین. ما مفتخریم به اینکه سرباز این خاک و آبیم. ما برای انجام هر مأموریتی هم آموزش دیدیم و هم آمادگی کامل داریم. این آموزشات قطع میشه یا اینکه مداوم همیشه هست؟ نه، این آموزشات همیشه هست و تمرینامون هم همیشه پابرجا است. حالا همین خلبانان تیزپرواز ارتش جمهوری اسلامی ایران وظیفه حراست از آسمان کشورمون رو عهده‌دار هستند.